سفارت تاجیکستان در مسکو به مهاجران تاجیک توصیه داده است در این روزهای ناآرام در یک ناحیه پایتخت روسیه از خانه‌های خود بیرون نآیند. روز یکشنبه در ناحیه بریولووا مردم بومی علیه مهاجران آشوب برداشته و به محل کاری آنها حمله کردند. در نتیجه آشوب‌ها و برخورد با ماموران پلیس 10 نفر زخمی شدند. سفارت تاجیکستان میگوید در بازار عمده فروشی که آشوب‌ها در آنجا سر زد تقریباً 1000 مهاجر و تاجیکان مقیم مسکو کار می‌کنند. اکثریت تاجیکستانی هایی که در همین بازار کافت‌کباز کار میکردند امروز تعطیل اعلام کردند و درهای مغازه و دکانهای خود را بست. از هموطنان خواهش کردیم که مساجدی که در این منطقه هستند از رفتن به نماز عید خودداری کنند، زیرا که واقعا هم مشکل شدنش ممکن است. ماموران پلیس روسیه روز دوشنبه به دنبال آشوب‌ها 1200 مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز را در مسکو دستگیر کردند. و در تاجیکستان مردم به تجلیل عید قربان آماده می شوند. بازارها نیز پرآدم است و بانوان در پی آراستن دستورخوان عیدانه هستند. شورای علمای تاجیکستان چند پیش اعلان کرد که عید قربان به روز 15 اکتبر راست می آید. قیمت مواد خوراکه و از جمله چاروا برای ذبح در تاجیکستان بالا رفت، ولی طلبگاران قربانی و خیر همچنان زیاد است. امام علی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت این روز گفت در شرایط معاصر مسجدها اضافه بر مکان عبادت بودن باید به حیث مرکزی فرهنگ و آداب، مکتب آدمیت و تربیت اخلاقی نیز خدمت کنند. مخالفان دولت تاجیکستان میگویند از مقامات انتخاباتی خواهند خواست که آیین‌حال بابانظر و نامزدی آنها به مقام ریاست جمهوری را ثبت نام کنند. احزاب مخالف روز دوشنبه گفتند که به طرفداری آیین‌حال بابانظر و اندک بیشتر از 200,000 امضا جمع آوردند که برای ثبت نام او کافی است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی در این باره گفت: تصمیم گرفتیم که به کمیسیون رسما مراجعت کنیم تا اینکه اون اشتباهی که قبلا کرده بود در تصمیم گیری‌هایش و رقم اونها را اصلاح کند و اعتراف کند که نامزد ما امضای لازمی را جمع آوری کرده است و او را ثبت نام کنند. حقوقدان شناخته تاجیک از طرف حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات به مقام رئیس جمهور پیشبری شده است. انتخابات روز 6 نوامبر برگزار می شود. و عمر علی قوتوف یکی دیگر از مخالفان دولتی تاجیکستان میگوید که از زندان دبی رها شده است و به زودی دایر به بازداشت تقریبا یک سالش صحبت خواهد کرد. عمر علی قوتوف یکی از شریکان سابق تجارتی نزدیکان رئیس جمهور را در تاجیکستان به دزدی بیشتر از $1 میلیون متهم می‌کنند. او را ماه دکبر سال گذشته با طلب تاجیکستان در دبی بازداشت کردند. و خوشقدم خسروف پهلوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان عاید به سامبو بین نوجوانان در یونان نشان طلا را از آن خود کرد و عنوان پر افتخار قهرمان جهان را صاحب شد. خوشقدم خسروف در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو در قوه آزمایی نهایی رقیب قرقیزش نورسلطان آرتیقبای اولو را شکست داد. پیشتر از این پیروزی کامرانشاه اوستاپریان پهلوان دیگری تاجیک نیز در وزن 90 کیلو بر تمام حریفان خود پیروز آمد و با نشان طلای مسابقات جهانی به تاجیکستان برمیگردد. برای دریافت اخباری از این هم بیشتر با عکس و گزارش‌های تحلیلی شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هستیم و اخبار و گزارش‌ها را می‌توانید در ضمیمه تلفنی رادیو آزادی هم بخوانید.